برگشتیم با Lesson 1B World Music. World Music. Music به معنی موسیقی و world به معنی جهان، دنیا. World Music یعنی موسیقی جهانی. World Music، موسیقی جهانی. خب بخش اول این درس vocabulary یا واژگان هست. چیزی که قراره توی این بخش از vocabulary با هم یاد بگیریم countries به معنی کشورها. countries. بریم یه تمرین جذاب داریم این قسمت. Part A Track 1.16 Listen to the music. خب یه نکته جالب listen to یعنی گوش کن به. listen to فراموش نکنید که حرف اضافه listen to هست. listen to گوش کنید به. مثلا میخوای بگی که به تلویزیون گوش کن listen to the TV. به من گوش کن listen to me. به موسیقی گوش کن listen to the music یا هر چیز دیگه ای. پس listen to یعنی گوش کن به the music موسیقی. Where's it from این اصطلاح رو توی این درس قراره که خیلی باش سر و کله بزنیم. Where's it from یعنی اهل کجاست یا کجاییه. Write 1 to 5 بنویسید 1 تا 5. پس موسیقی رو گوش کنید. یه تمرین جالبه، یعنی حالا اگرم اشتباه حد زدین مشکلی نداره، قراره که چک کنیم با هم دیگه و جواب درست رو پیدا کنیم، ولی تلاشتون رو کنین که ببینیم هر موسیقی برای کدوم کشوره. Let's listen. 1.16 1 2 3 4 5 خب بخش B listen and check. یه بار با هم چک کنیم. 1.17 1 Mexico, خب number 1 Mexico. موسیقی اول برای کشور مکزیک هست. Mexico. 2 The United States. 3 China, 4 Turkey. 5 Brazil, خب چقدر حدستون درست بود؟ number 1 موسیقی اول مکزیکو،
Number 2 the US یا the United States یعنی ایالات متحده. منظور آمریکاست. Number 2 the United States. Number 3 China. China. چین. Number 4 Turkey. Turkey. ترکیه. و number 5 Brazil. Brazil. برزیل. بخش C از این درس ارجاع داده به صفحه 117 بخش vocabulary با V نشون داده. بخش vocabulary صفحه 117 vocabulary بانک یا بانک واژگان. چه چیزی رو قراره توی این درس یاد بگیریم؟ countries کشورها بالاتر داشتیمش countries and nationalities. nationalities یعنی ملیت ها. کشور مثل ایران، ملیت مثل ایرانی. کشور مثل برزیل، ملیت مثل برزیلی. کشور مثل ترکیه، ملیت مثل ترک. پس countries and nationalities. do part 1 فقط بخش اولش رو قرار با هم حل کنیم. بریم به صفحه 117. خب اومدیم به صفحه 117 countries and nationalities part 1 بخش اول countries. فعلا راجع به کشورها یاد میگیریم، بعد سراغ ملیت ها هم میریم. listen and repeat the countries. گوش کن و کشورها رو تکرار کن. اینجا چند تا عکس از منابع جذاب و دیدنی بعضی از کشورها داریم. اسمشون رو هم این پایین داریم. یه دور گوش کنید و بعد با هم برمیگردیم تمرینش رو انجام میدیم. 1.18 Countries and nationalities. 1. Countries. 1, Argentina, 2, Brazil, 3, Canada, 4, Chile, 5, China, 6, England, 7, Japan, 8, Korea, 9, Mexico, 10, Peru, 11, Saudi Arabia, 12, Spain, 13, Turkey, 14, the United States, 15. Vietnam, خب نمیدونم که چند تا از عکس‌ها رو میشناسین، چند تا از منابع این کشورها رو میشناسین، ولی بریم سراغ اسم کشورها. Number 1 Argentina. Argentina. آرژانتین. Argentina. Number 2 Brazil. Brazil. خب مشخصه برزیل. Number 3 Canada. Canada. اینم تا حدودی مشخصه کانادا. به بخش استرس دار کلمات دقت کنید. ببینین نمیگیم آرژانتینا یا نمیگیم آرژانتینا، میگیم آرژانتینا، آرژانتینا یا برزیل یا کانادا. Number 4 Chile. Chile یا شیلی. Number 5 China. China. چین. Number 6 England. England. انگلیس. انگلستان. Number 7 Japan. Japan. ژاپن. Number 8 Korea. Korea. کره. 9 Mexico. Mexico. مکزیک. 10 Peru. Peru. خب کشور پرو. 11
Saudi Arabia. Saudi Arabia. عربستان سعودی. 12. Spain. Spain. اسپانیا. 13. Turkey. Turkey. ترکیه. 14. The United States. The United States. ببینید کلمه United یعنی متحد و States که باعث جمع بسته شده یعنی ایالات. به صورت اختصاری The US نوشته میشه. The US. ولی میتونیم بگیم The United States. هر دو درسته. حتی میتونیم بگیم The USA یا The United States of America. ایالات متحده آمریکا. و نمبر 15 ویتنام. ویتنام که خب این هم مشخصه، کشور ویتنام. املای کشورها رو سعی کنین یاد بگیرین، فرم درستش رو. اما میریم بخش بعد. یه کادری داریم، یه نکته دیگه راجع به capital letters. توی درس 1A اگر یادتون باشه خدمتتون گفتم که ما تا الان یاد گرفتیم که 3 جا باید از حروف کپیتال استفاده کنیم. 1 اول جمله، یعنی اولین حرف از هر جمله. 2 کلمه I وقتی به معنی من هست همیشه هر جای جمله استفاده بشه حتما باید با حرف کپیتال I نوشته بشه. 3 موردی که یاد گرفتیم روزهای هفته بود که اولین حرفشون باید با حرف کپیتال شروع بشه و اینجا مورد 4 رو یاد میگیریم. کشورها. تمام کشورها و شهرها، اضافه کنم که شهرها هم همچنین باید با حرف کپیتال شروع بشن، یعنی اولین حرفشون باید کپیتال لتر نوشته بشه. پس برزیل درسته با کپیتال بی، not برزیل با اسمال بی. یه تمرین داریم بخش بی. write your country. write بنویس your country یعنی کشور خودت رو. خب کشور ما ایران. نوشتن کلمه ایران هم که خب احتمالاً بلد باشین. حالا یه دور با هم می نویسیم که اوکی. پس اولین حرف کپیتال آی ایران. practice saying it. practice تمرین کن. saying گفتن و it یعنی آن. practice saying it گفتنش رو تمرین کن. ایران. بخش activation یا فعال سازی. خب ما یه سری چیزا اینجا یاد گرفتیم، حالا میخوایم اینجا فعال سازیش کنیم، یعنی ازشون استفاده کنیم، فعالشون کنیم توی گفتارمون. cover the words. احتمالاً دیگه معنی اینو متوجه بشین الان. cover بپوشونید the words کلمات رو. look at the photos. خب یه نکته خوب و جدید داریم اینجا. look at یعنی نگاه کن به. اگر یادتون باشه listen to رو یاد گرفتیم، گفتیم حرف اضافه listen همیشه to هست. حالا برای کلمه look هم ما همیشه از حرف اضافه at استفاده میکنیم. look at یعنی نگاه کن به the photos عکس ها. به جای the photos میتونین هر چیزی بذارین، هر کلمه دیگه ای. مثلا look at me به من نگاه کن. look at the book به کتاب نگاه کن. look at the laptop به لپتاپ نگاه کن. یا هر کلمه دیگه ای. پس حرف اضافه کلمه look at هست. look at the photos به عکس ها نگاه کن. say the countries کشورها رو بگو. خب باید سعی کنین که اسم کشورها رو بپوشونین، نبینین. عکس ها رو نگاه کنین، با توجه به این عکس ها بگین که برای یعنی هر عکس برای کدوم کشوریه. این از بخش vocabulary. ارجاع داده که برگردیم به صفحه 8. اوکی حالا برگشتیم به صفحه 8. 1B
تمرین D. Track 1.19. Listen and repeat the conversation. Listen, گوش کن. And repeat, و تکرار کن. The conversation, مکالمه رو. Copy the rhythm. خب این یه عبارت جدیده. این تمرین چی ازتون میخواد؟ اگر دقت کنین توی خود همین عبارت هم اومده بخش استرس دار کلمات رو براتون مشخص کرده. هدف از این تمرین اینه که شما یاد بگیرین که توی جملاتی که حالا قرار بشنویم کجای جملات استرس میگیرن، کجای جملات رو باید محکم‌تر بگیم. یه دور با هم گوش کنیم و برمیگردیم. 1.19. Where are you from? I'm from Lima. Where's Lima? It's in Peru. اوکی. دو نفر دارن یه مکالمه رو با هم انجام میدن. نفر اول میپرسه که Where are you from؟ خب این عبارت رو حفظ کنید. Where are you from؟ یعنی اینکه تو اهل کجایی. نفر بی در جواب گفته I'm from Lima. I'm from Lima. لیما پایتخت کشور پرو هست. ولی ممکنه که هر کسی ندونه. پس همونطور که نفر A اینجا توی این مکالمه نمیدونه، نفر B میگه I'm from Lima. من اهل لیما هستم. A میپرسه Where's Lima؟ لیما کجاست؟ Where's Lima؟ و نفر B دوباره میگه که It's in Peru. توی پرو هست. It's in Peru. توی پرو هست. پایتخت کشور پرو میشه شهر لیما. دوباره سعی کنید این بخش رو برای خودتون پلی کنید و یه تمرین خیلی مفید برای بهتر شدن تلفظ اینه که شما یه جمله رو گوش بدین و عیناً بدون هیچ تغییری تکرارش کنید. یعنی وقتی یه بخشی از یه جمله رو محکم‌تر میگه شما تغییرش ندین. سعی کنید عیناً مثل همون چیزی که میشنوین رو تکرار کنید. پس Where are you from? I'm from Lima. اگه دقت کنید زیر لی خط کشیده شده، پس محکم‌تر گفته میشه. Where's Lima? It's in Peru. It's in Peru. اما بخش E. Practice the conversation with your city and country. تمرین خیلی خوب و مفیدی هست. اگر بتونین با پارتنرتون یا با چت جی پی تی یا با خودتون تمرینش کنید فوق‌العاده مفیده برای فعال سازی چیزی که تا اینجا یاد گرفتین. خب practice تمرین کنید the conversation مکالمه رو with your city. زیر your خط کشیده شده باید تاکید بشه، یعنی با شهر خودتون. کلمه city یعنی شهر. city. کلمه town هم معنی شهر میده. حالا تفاوتش رو بعداً قراره که با هم یاد بگیریم. فعلا بدونین که city یعنی شهر and country و کشور. پس مکالمه رو تمرین کنید با شهر و کشور خودتون. یعنی اینکه میپرسین Where are you from? I'm from مثلا تهران. Where is Tehran? It's in Iran. و بخش F communication. Where is it? خب یه تمرینی که خیلی 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 جالبه، فوق‌العاده مفیده توی ارتقا دادن سطح اسپیکینگتون، بخشای کامیونیکیشن هست. ارجاع میده به صفحه 78 و صفحه 82. ببینین انجام دادن این تمرینای کامیونیکیشن اینطوره که شما باید 2 نفر باشین، 2 تا پارتنر با هم باید انجام بدین. یه نفر میره صفحه 78، یه نفر میره صفحه 82. یه سری سوال و جواب هست درباره چیزی که تا اینجا یاد گرفتین. باید از هم بپرسید. یه بار شما نقش A رو میگیری، پارتنرت نقش B و بعد پارتنرت نقش A رو میگیره و شما نقش B. با هم نقشتون رو جابجا میکنین، رول پلی میکنین، نقش میگیرین و این تمرین‌ها رو انجام میدین.
ازتون خواسته که ask and answer questions about cities and countries. ask یعنی بپرسید، کلمه جدیدیه. ask بپرسید and answer و جواب بدید. پس ask and answer یعنی بپرسید و جواب بدید. پرسش و پاسخ انجام بدید. ask and answer. questions سوالات رو about درباره cities and countries شهرها و کشورها. پس ازتون خواسته که ask and answer questions about cities and countries بپرسید و جواب بدید سوالا رو درباره شهرها و کشورها. حالا برای مثال من میرم صفحه 78 و بهتون توضیح میدم که چطور باید انجام شه. خب صفحه 78 بخش communication ارتباطات. این بخش بهتون کمک میکنه که چیزایی که یاد گرفتین رو توی جمله توی ارتباطاتتون بتونید ازش استفاده کنید. خب 1B where is it؟ اون کجاست؟ where is it؟ نقش student A رو ما داریم بررسی میکنیم. Part A ask B questions for your cities. ازتون میخواد که از B سوالهایی رو بپرسید برای شهر خودتون. مثلا ازمیر توی ترکیه. Where's Izmir؟ Where's Izmir؟ خب جواب تمرین اول، جواب سوال اول هست Izmir is in Turkey. Izmir is in Turkey. ازمیر توی ترکیه است. حالا این بخشایی که هایلایت شده اسم شهرها هستن و بعد هم اسم کشورهاشون رو داریم. شما اسم شهرها رو میپرسید و بی جواب میده بهتون. میپرسید مثلا برای تمرین دوم میپرسیم Where's Atlanta؟ Where's Atlanta؟ جواب هست It's in the United States یا Atlanta is in the United States. تمرین B Answer B's questions with a country. نفر B باید جواب رو به شما بگه. شما به عنوان نفر A سوال میپرسین، نفر B جواب رو بهتون میگه. خب تمرین قبل رو که حل میکردیم من گفتم It's in the United States یا Atlanta is in the United States. اینجا 3 تا عبارت داریم یاد میگیریم که بتونیم جواب بدیم به عنوان نفر B. خب اولیش اینه که از it's in استفاده کنیم. it's in حرف اضافه in فراموش نشه. ما وقتی میخوایم راجع به یه شهری که توی یه کشوری هست صحبت کنیم از حرف اضافه in استفاده میکنیم. حالا فرقی نمیکنه از هر کدوم از عبارات که استفاده کنیم، چه جمله رو کامل بخونیم، چه از عبارت اول، دوم یا سوم بخوایم استفاده کنیم. حالا سوم که فرق میکنه، جواب نمیدونیم، ولی حرف اضافه این فراموش نشه. خب اولین عبارت it's in. به جای اینکه دوباره بخوایم تکرار کنیم که ازمیر توی ترکیه است، چون نفر A پرسیده بود ازمیر کجاست، خب طولانیه. همونطور که قبلا گفتم ترجیح بر کوتاه کردن جملاته. میتونیم بگیم it's in Turkey. یا عبارت دوم I think it's in Turkey. خب I think یعنی من فکر میکنم یا فکر کنم. موقعی استفاده میشه که شما مطمئن نیستید درباره چیزی. ممکنه شما مثلا هانوئی رو نشناسید، ندونید که هانوئی توی ویتنامه. تو این صورت یا ممکنه اصلا ندونین. اگر ندونین که میگین I don't know یه عبارت خیلی مهم و پرکاربرده و همه جا استفاده میشه. پس I don't know یعنی نمیدونم. ولی اگر شک دارین میتونین از I think اول جملتون استفاده کنید. فکر کنم توی ویتنامه. پس نفر A سوال میپرسه راجع به شهرها، هانوئی کجاست، اتلانتا کجاست، ازمیر کجاست و بقیه شهرها. نفر B اگر مطمئن نمیگه it's in و کشور رو میگه. اگر شک داره میگه I think it's in و بعد کشور رو میگه. و اگر نمیدونه میگه I don't know. خب این تمرین رو ما
صفحه‌شو دقیق یادم نیست ولی بهتون گفتم. دوباره داریم برای نفر A و B که با هم جابجا کنن. حالا کسی که A بود نقش B رو میگیره، کسی که B بود نقش A رو میگیره و سوالها رو با شهرهای دیگه‌ای دوباره میپرسین و جواب میدین. خیلی مهمه، تمرین مهمیه، خیلی کمکتون میکنه توی بهتر شدن توی اسپیکینگ. هم سرعتتون رو میبره بالا، فلوئنسی، هم اکیورسیتون رو، یعنی درست صحبت کردنتون و روونتر صحبت کردنتون بهتر میشه. سعی کنید که حتما با یه نفر یه پارتنر پیدا کنید و این تمرین رو حل کنید. توی بخش بعد میبینمتون.